بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. دوست دارم من این آسمان را، دوست دارم من این آسمان را، زان که خشمش به خشم تو ماند. این کبود ستمگر چه زیباست، رنگ و کارش به چشم تو ماند. عاشقم من به دیدار دریا، عاشقم من به دیدار دریا، زان که دریا نمود تو دارد. آریان خشمگین بحر مواج، رنگ چشم کبود تو دارد. کاش این سیل سرکرده از کوه، از همه سو به سوی من آید، زان که هر جا که روی آورد باز، چون نگاه تو بنیان کن آید. جام می چون درآید به گردش، جام می چون درآید به گردش، یادم از چشم مست تو آید. وای از آن شور و حالی که جامی، بر لب من ز دست تو آید. ای دریغا که چون دیدی ای شوخ، ای دریغا که چون دیدی ای شوخ، چشم من بر رخت اشک ریزان. بر رخ من دو چشم تو را گاه، یک نگاه است و آن هم گریزان. سلام و درود بر دوستداران بزم شاعران.
سلامی از صمیم دل و درودی از سر اخلاص. قطعه شعری که در سرآغاز برنامه شنیدید از شادروان علی اشتری بود تحت عنوان چشم تو. پیش از آن که از شاعران و گویندگان و هنرمندان این هفته نام ببرم، اجازه می‌خواهم از ابراز احساس چند شنونده زندانی که نظماً و نثراً نسبت به این برنامه مهر ورزیده اند سپاسگزاری کنم. سخن پردازان امروز عبارتند از آقایان بیژن ترقی، کریم فکور و امیر شوشتری که آقایان فکور و ترقی از ترانه‌سرایان رادیو نیز هستند. خانم فرخنده و آقای رضاییان هم اشعار شاعران را بیان خواهند کرد. خواننده و نوازندگان هنرمند ما عبارتند از آقایان گلپایگانی، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، منصور سارمی و محمد اسماعیلی. تهیه برنامه را هم آقای عبدالحسین فهیم عهدهدار هستند. خب حالا از آقای ملک خواهش میکنیم که برای شروع شعر و سخنی با شاعران گرامی در چند دقیقه قطعی با ویولون بنوازند تا ما حالی پیدا کنیم و بریم بر سر صحبت. آفرین. بسیار متشکرم آقای ملک. خب حالا از آقای فکور باید شروع کنیم بعد از ساز آقای ملک. خواهش میکنم. چون من خیال میکنم که از نظر سن
نسبت به آقای ترقی و آقای شوشتری. شما طوری گفتید مثل که سن من مثلا الان خیلی زیاده. نه پیداست که سن شما بین 35 و 6 و فوقش 40 بیشتر شاید هم یکم باشه. به هر حال دوستانتون از شما کوچکترن، نگفتیم شما خیلی به مقام کهولت رسید. خب آقای فکور توضیح بدید درباره شعرتون و شعرتون هم شروع بفرمایید. عرض کنم که شما باید قبلا هم تذکر بدم که همه شنوندگان با نام شما و ترانه‌های شما آشنایی دارن. تشکر میکنم. عرض کنم که میدونید که اونایی که مثل ما با شعر و ادب سر و کار دارن معمولا خیلی نازک‌ترن و دلشون نمیاد که کسی رو برنجونن. یعنی معمولا شعرا قلبشون مثل کاغذ سیگار میمونه. چند وقت پیش ماجرای پیش اومد و در اثر پرخاش من سبب شد که دل نازکی بشکنه و من تحت تاثیر به اصطلاح احساسات خود قرار گرفتم و این قطعه رو ساختم. خواهش می‌کنم. قطعه است یا غزله؟ غزله. بالاخره غزل هم یک قطعه شعره، ولی خب این که متمایز می‌کنیم برای اینکه توضیح بیشتری بدیم که فرمش چجوری. غزله بله. خب همه مستمع هستیم برای شنیدن شعر شما. خواهش می‌کنم. وقت آن شد که به پند دل خود گوش کنم، طلب پوزش از آن یار خطا پوش کنم. دوش رنجید و ز بالین من آن شوخ گریخت، تا به بالین که این رنج فراموش کنم. روشن از ماه رخش کلبه من بود و کنون گفتگو با که در این کلبه خاموش کنم. سر فرادوش که بگذارم و نزد چه کسی یارب امروز شکایت ز غم دوش کنم. تا ز بیداد دلم گوش فلک کر نشود، وقت آن شد که به پند دل خود گوش کنم. نیمه شب مست نهم سر به در خانه او، طلب عفو از آن سرو سیه پوش کنم. گویم ای فتنه بیا تا که مشام دل خویش، خرم از نکهت آن زلف و بناگوش کنم. می شود درد فراق تو به یک بوسه علاج، هان بیا چاره آن نیش بدین نوش کنم. بسیار بسیار خب خانم، بعد از شعری که آقای فکور خوندن نوبت شماست که دومین شعر ایشون رو که گویا غزل هست، بله غزلی، روایت بفرمایید. خواهش میکنم. البته یکی از نوازندگان با ما همراهی بفرمان. آقای شریف سرکار. خواهش میکنم. خواهی اگر ای سرو گلندام بمیرم، بگذار در آغوش تو آرام بمیرم. کاری مکن ای دوست که در مرحله عشق، رسوای غمت باشم و گمنام بمیرم. چون خاطره های هوس انگیز جوانی در سینه شبهای
سیاه فام بمیرم. از گردش چشمان شباسای تو مردم، زان پیش که از گردش ایام بمیرم. من طایر آزاده‌ام افتاده به دامت، ترسم که ز افسون تو در دام بمیرم. دور از لب وی ای لب پیمانه کجایی، مگذار سرانجام که بی جام بمیرم. میمیرم از آن شوق که گیرم ز تو کامی، میمیرم از آن شوق که گیرم ز تو کامی. کاری مکن ای دوست که ناکام بمیرم. آفرین بسیار بسیار. خب بعد از آقای فکور میپردازیم به آقای بیژن ترقی. آقای ترقی، شما ترانه زیاد برای رادیو ایران ساختید ولی خیلی کم صحبت کردید روی برای مردم. حالا اگر صحبتی دارید بفرمایید تا بعد ببینیم که جریان شعرتون چی میشه. والا من صحبتی ندارم جز این که اگر اجازه بفرمایید 2 قطعه غزل هست تقدیم شنوندگان رادیو بکنم. آخه این پر کم میشه که شما صحبتی نکنید. همین با غزل کافیه؟ خاطره‌ای حرفی؟ والا خاطره‌ای که ندارم. خیلی خوب. بله اگر اجازه بفرمایید 2 تا غزل رو جانشین خاطرتون بکنید. بله بسیار بسیار. این 2 غزل یکیش به نام آتش کاروانه که اکثر شنوندگان رادیو 1-2 بیتش رو شنیدن. من این رو تحت تأثیر رنجشی که از یه دست سر میکشم که بله چی بود؟ سر میکشم تو شعله که برخیزم ای دریغ کو پای قدرتی که به همراهان روم. بله با آواز خانم دلکشم شنیدم. بله. من این رو تحت تأثیر رنجشی که از یه عده از دوستانم پیدا کردم و مدتی از اونها جدا شده بودم ساختم. قطعه دوم غزلی است به نام قهر که آقای رضاییان اینجا تشریف دارن ازش خواهش. ما تو یا رنجش هستین یا تو قهر. بله انشالله که با قوم بر سر آشتی باشید و صلح. بله غزل اینه. بختم مدد نکرد چو با کاروان روم، می سوزم آنقدر که چو دود از میان روم. بخت سبک عنانم اگر همراهی کند، چون گرد ره به بدرقه کاروان روم. خیلی خوبه. سر می کشم تو شعله که برخیزم، ای دریغ کو پای قدرتی که پی همراهان روم. امکان بی‌وفایی از این بیش چون نبود، بر جان زدم شرار که ترا لامکان روم. چون تشنه‌ای به نیمه ره عمر ماندم، زین شوره زار با لب سوزان چسان روم. صحرا سکوت مرگ گرفته است و من خموش، شمع مزار خویش شدم که از جهان روم. خاکسترم به جای نماند به یادگار، با گردباد حادثه تا آسمان روم. خیلی خوب. خب
بنا شد که آقای رضاییان شعر دومتون رو بخونن؟ بله بله. ما تا بیاییم آقا این رضاییان شما رو مبدل به رضاییان کنیم خیلی باید ریاضت بکشیم. بله. 3-4 هفته آقای رضاییان بودن، حالا شدن رضاییان. بله. امکان تغییرش هم هست فکر می‌کنید؟ نمیدونم، حالا که تا حالا در حال تغییر هستیم تو آینده چه بکنیم. خواهش می‌کنم. بله. خب من آمادم. آقای سارمی شما همراهی می‌کنید؟ بله آقای سارمی، سرکارم بیکار نشینید. چه خواهی گفت؟ چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من؟ جواب ناله ها و گریه های 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 من. به روز بی کسی افتاده ای را ترک می کردی، چو می رفتی از این کاشانه محنت فزای من. امید و آرزویم برده ای با خود که در دنیا، امید و آرزویم برده ای با خود که در دنیا نماند آرزوی زنده بودن از برای من. بهار از شوق تو، بهار از شوق تو هر سال سر میزد به این خانه. نمی آید بهار امسال، نمی آید بهار امسال دیگر در سرای من. نهال قامتت را من ز اشک دیده پروردم، نهال قامتت را من ز اشک دیده پروردم. نبود ای سرو خوش اندام آخر این سزای من. از این رسواترم خواهی میان خلق چون مستان، بنه زنجیر رسوایی و بدنامی به پای من. زیادت رفته گر فصل خزان و برگ پاییزی،
به یاد آور رخ زرد و خزان برگ‌های من. خیلی متشکرم. خب حالا بعد از شعر آقای ترقی میپردازیم به سازی و آوازی، نغمه‌ای و نغمه پردازی. خب آقای گلپایگانی، برای این هفته بزم شاعران شما چی آماده کردید؟ من چند بیت از غزلی رو در دستگاه شور میخونم. هنرمندانی که با من همکاری میکنن آقایان اسدالله ملک، فرهنگ شریف، منصور سارمی و اسماعیلی هستن.
دل بیتاب من با دیدنت آرام میگیرد. دل بیتاب من با دیدنت آرام میگیرد. اگر دوری ز آغوشم نگاهم کام میگیرد. دل بیتاب به من با دیدنت آرام میگیرد. دل بیتاب به من با دیدنت آرام میگیرد. اگر دوری ز آغوشم نگاهم کام میگیرد. مرا گر مست میخواهی نگاهت را مگیر از من، که دل از ساقی چشمان مستت جام میگیرد. مرا گر مست میخوای مرا گر مست میخواهی نگاهت را مگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام میگیرد. که دلت ساقی چشمان مستت جام میگیرد.
تو نوشین لب میان جمع خاموشی، ولی چشمم ز هر موج نگاه دلکشت پیغام میگیرد. ز هر موج نگاه دلکشت پیغام میگیرد. تو نوشین لب میان جمع خاموشی، ولی چشمم ز هر موج نگاه دلکشت، ز هر موج نگاه دلکشت پیغام میگیرد. دل بی تاب به من بادی دنت آرام میگیرد. اگر دوری ز آغوشم نگاهم کام میگیرد. امید من جای اگر دوری ز آغوشم نگاهم کام میگیرم. خیلی متشکرم. خب میپردازیم به آقای امیر شوشتری. حالا نه تنها شنوندگان عزیز با این نام بیگانه هستند، بلکه بنده هم اولین بار هست که با آقای شوشتری آشنا میشم و 2 قطعه شعرشون رو به من مرحمت کردن و دیدم شعر پر احساس و گرمی است. از ایشون دعوت کردم که ایشون تشریف بیارند و در این بحث شرکت بکنم. حالا آقای شوشتری، نوعا شما به چه نوع اشعاری و چه نوع فرم شعر معتقد هستید و در اون فرم بیشتر شعر میسازید؟ معمولا غزل و 2 بیتی پیوسته و مثنوی. حالا چی مرحمت میکنید که اینجا بخونید؟ 2 قطعه 2 بیتی پیوسته است. 2 قطعه 2 بیتی پیوسته. بله، خیلی خوب. پس خودتون قطعه شعر اول خودتون بفرمایید و بعد از خانم فرخنده خواهش میکنم که همراه ساز یکی از هنرمندان بلکه آقای شریف باشن دومین شعر شما رو بخونن. استم. عنوان این شعر چی هست که میفرمایید؟ در ساحل کارون. در ساحل کارون. هان شما این شعر دومیتون چی هست؟ گل اهواز.
گل اهواز و در ساحل کارون. شما جنوبی هستید اصلا؟ تقریبا بله. یعنی مسقط الرأس و زادگاهتون در جنوبه؟ نه، زادگاه من تهرانه ولی اصلیتمون جنوبی است. بله صحیح. اونجا تشریف این شعر می‌سازین؟ نه خیلی تهران هستم با خاطره اونجا. بله بسیار خوب. بریم خاطرات ساحل کارون و اهواز چه خواهد بود؟ خواهش میکنم. بیا یک شب چو پیچک‌های وحشی، به آرامی به دامان من آویز. چو عطر جانفزای اطلسی ها، شبی را با نفسهایم درآمیز. خیلی خوب. بیا ای مه به نخلستان کارون، به چشم فتنه‌ام چون خواب بنشین. به چشم فتنه؟ بله میفرمایید. به روی ماسه های نرم ساحل، خیال انگیز چون مهتاب بنشین. بیا بنشین مرو یک ره ز پیشم، که عمری درد و حسرت زیست با من. بیا تا بینی از تاب غم و درد، که دیگر رنگ هستی نیست با من. بیا بشنو ز من افسانه درد، که من پرورده دامان دردم. سراپا انتظار و سوز و سازم، صفای اشک گرم و آه سردم. آفرین. بسیار. حالا نوبت گل اهواز. بله گل. خب خانم فرخنده. بله. دیگه تأخیر روانی است و سرکار گل اهواز ایشان را هم بیان بفرمایید تا ببینیم چه میشه. آقای شریف سرکارم لطفی بفرمایید. خواهش میکنم. ای همچنان بهار دلانگیز کوهسار، همراه غنچه های شکوفا بیا بیا. امید و آرزوی سفر کرده بازگرد، یک ره به سرزمین تمنا بیا بیا. تا چون گذشته های پر از عشق آرزو، تا چون گذشته های پر از عشق آرزو، با هم به سرزمین محبت سفر کنیم. از کوچه های خاطر انگیز بگذریم، شاید ز سایه روشن فردا گذر کنیم. بسیار.
سالی دگر گذشت ز دیدار، لیک من مست از نگاه چشم سیاه توام هنوز. تا باز گردی از سفر ای آرزوی دل، من همچنان نشسته به راه توام هنوز. این شهر گرچه خاطر انگیز خرم است، کی از دل شکسته من زنگ غم برد. نازم تو را و عشق تو را ای بهشت جان، نازم تو را و عشق تو را ای بهشت جان. اهواز من که چون تو گلی ناز پرورد. بسیار بسیار خوب، بسیار بسیار خوب، بسیار شعرتون خوب و لطیف بود آقای شوشتری و متشکریم از شرکتتون در این برنامه. با اجازه دوستان بنده هم امروز قطعه شعری به شنوندگان صاحب دل تقدیم میکنم، اما اجازه میخوام که پیش از خواندن شعر توضیحی در مورد الهام این شعر عرض بکنم. عرض میشه در حدود 10 سال پیش یک روز صبح دوستی رو که همسر و پسری در حدود 2-3 ساله داشت در خیابان دیدم با چشمانی خسته و رنگی پریده و چهره‌ای غم‌آلود. وقتی از حالش پرسیدم گفت دیروز با خانمم گفتگوی تند داشتیم و شب که به خانه رفتم دیدم خانه‌ام خالی است و خانمم با پسرم از خانه‌ام رفتند و این تنهایی در شب حال منو دگرگون کرد و جای خالی زن و فرزند چنان شب مرا تلخ کرد که نمیتونم برای شما شرح بدم و از برهم خوردن کانون گرم خانوادم چنان مغموم بودم که خوابم نبرد و شب گذشته من یکی از شبهای تلخ زندگی من بود، به خصوص که صدای جیرجیرک ها و نوای مرغ حق در آن خلوت شبانه شب مرا غم‌انگیزتر و طاقت فرساتر کرد. من تحت تاثیر احساس آن دوست قطعه شعری سرودم به نام تنها و حالا میخونم و این شعر رو به خانواده ها تقدیم میکنم تا قدر کانون گرم خانه‌شون رو بدانن. از آقای ملک خواهش میکنم که با ویولنشون بنده رو همراهی بکنن تا این شعر رو بیان بکنن. افسرده بی پناه پریشان حال بنشسته ام به گوشه تنهایی. من یک طرف نشسته و محنت ها استاده اند گرم صفارایی. در بزم گرم زندگیم از غیب سنگی فتاد و
ساغر من بشکست. طفلم رمید و همسر من بگریخت. دستی رسید و رشته ما بگسست. عمری قرار زندگیم بودند، عمری قرار زندگیم بودند، رفتند و هیچ صبر و قرارم نیست. خواهم ز چنگ حادثه بگریزم، ای وای من که پای فرارم نیست. خواهم ز چنگ حادثه بگریزم، ای وای من که پای فرارم نیست. کو دلربای کودک دلبندم، کو دلربای کودک دلبندم، آن عندلیب نغمه سرایم کو؟ آن کس که کودکانه گه و بیگاه می گفت قصه ها ز برایم کو؟ ای وای از شکنجه تنهایی، کو همسرم کجاست هماغوشم؟ فرزند من کجاست که با شادی بالا رود ز دست و سر و دوشم؟ خاموش مانده خانه من امشب، خاموش مانده خانه من امشب، در آن خروش و ولوله برپا نیست. دلبند کودکم که دلم می برد، آرام جان خسته بابا نیست. دلبند کودکم که دلم می برد، آرام جان خسته بابا نیست. ای تک ستاره های شب تارم، ای تک ستاره های شب تارم، ای اشک ها ز دیده فرو ریزید. ای موج های دلهره بنشینید، ای دیو های وسوسه برخیزید. در این شب سیاه غم آلوده، من ماندم و سکوت غم انگیزی. وز این سیاه چال نصیبم نیست، جز وای وای شوم شباویزی. بسیار عالی. یاران صاحب دل از طرف شاعران گرانقدر، هنرمندان گرامی و گویندگان ارجمند
با شما خداحافظی میکنیم. بخت یار شما و دست خدا نگهدار شما باد.